به نام خدا. سلام. امیدوارم هر جای این هستی زندگی می کنید شاد باشید. کتاب شفای زندگی نوشته لوئیس هی. فصل دوم. مشکل چیست؟ درون نگری خطری ندارد. جسمم درست کار نمی کند. تنم دردناک است. خون ریزی دارم. جسمم آزارم می دهد. تیر می کشد. دارم تحلیل می روم. پیچش دارم. ورم می کنم. می لنگم. تنم می سوزد. دارم پیر می شوم. نمی توانم ببینم. نمی توانم بشنوم. فرسوده شدم. و شاید هزاران مشکل دیگر که همگی را خود آفریده اید و فکر می کنم جملگی را شنیدم. در روابطم مشکل دارم. مردم یک جوری هستند. هر وقت به آنها نیاز دارم غیبشان میزند. پرتوقع هستند. از من حمایت نمی کنند. همیشه از من انتقاد می کنند. دوستم ندارند. دست از سرم بر نمی دارند. مدام مرا به سطوح می آورند. کاری به کارم ندارند. در کارم مداخله می کنند و حرفم گوش نمی دهند و هر مشکل دیگری که همگی را خود آفریده اید و تمام اینها را نیز شنیدم. درآمدم کفافم را نمی دهد. اصلا درآمدی ندارم. گاه به گاه چیزی در می آورم. هیچ وقت نشده که دخلم به خرجم برسد. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است. هنوز پول به دستم نرسیده از کفم می رود. بودجه هم آنقدر نیست که بتوانم قبضها و صورت حسابهایم را بپردازم. آرزو به دلم مانده که پول توی دستم بماند و تا آخر ماه دوام بیاورد. به اضافه 1000 مشکل دیگر که خود آفریده اید و البته همه اینها را نیز شنیدم. زندگیم بر وفق مرادم نیست. هیچ وقت به کارهایم نمیرسم. هرگز نشده که خواستم برآورده شود. هر چه میکنم باز هم دیگران راضی نمیشوند. نمیدانم که میخواهم چه بکنم. هیچ وقت به اندازه کافی وقت ندارم. همیشه نیازها و آرزوهایم ناکام میمانند. این کار را فقط برای جلب رضایت آنها میکنم. من که بیش از یک حصیر زیر پا نیستم. برای هیچ کس مهم نیست که من چه میخواهم. استعداد ندارم. هیچ وقت نشده که کاری را درست انجام بدهم. هر چه میکنم برای کشتن وقت است. مدام مسامحه با امروز و فردا میکنم. هر کاری میکنم با مانع روبرو میشوم. به علاوه هر مشکل دیگری که برای خود آفریده اید و نه تنها همه اینها که بیش از اینها را نیز شنیدم. هرگاه که از مراجعه تازه‌ای درباره زندگیش میپرسم، معمولاً یک یا چند شکایت شبیه به آنچه در بالا نام بردم میشنوم. آنها واقعاً فکر میکنند که از مشکل خود باخبرند، اما من میدانم که این گلایه‌ها اثرات بیرونی الگوهای اندیشه درونی است. در پس این الگوهای اندیشه درونی، الگوی نهفته ژرف‌تر و اساسی‌تر هست که ریشه همه این اثرات بیرونی است. آنگاه سوالهای زیر را میپرسم و به کلماتی که به کار میبرند گوش فرا میدهم. رویدادهای زندگیت چیست؟ وضع تندرستیت چگونه است؟ از چه راهی امرار معاش میکنی؟ آیا کارت را دوست داری؟ وضع مالیت در چه حال است؟ روابط عاشقانه‌ات چگونه است؟ این رابطه چقدر دوام داشته است؟ آیا قبلا عروسی کرده اید و آیا این ازدواج موفقیت آمیز بوده است؟ آیا می توانید مختصراً درباره دوران کودکی خود برایم صحبت کنید؟ در این هنگام به حرکات بدن و حالات چهره آنها توجه می کنم. اما بیشترین توجه هم بر کلام آنهاست. زیرا اندیشه ها و واژه ها تجربه های آینده ما را می آفرینند. هنگامی که به پاسخهای آنها گوش فرا می دهم می توانم بیدرنگ دریابم که چرا این مشکلات ویژه را آفریدند. کلماتی که به کار می بریم نشانه اندیشه های درونی ماست. گاه واژه هایی که به کار می برند با تجربه هایی که توصیف می کنند جور در نمی آید. آنگاه در می یابم که یا با آنچه در زندگیشان می گذرد تماس راستی ندارند یا به من دروغ می گویند. در هر دو حال نقطه آغازی است و پایه و اساسی که باید از همانجا شروع کرد. تمرین. من باید. آن وقت یک قلم و کاغذ به دستشان می دهم و می خواهم که بالای کاغذ بنویسند من باید. آنها 5 یا 6 جمله که با من باید شروع می شود برای من می نویسند. برای بعضی دشوار است که جمله خود را شروع کنند. عده‌ای نیز آنقدر از این من بایدها دارند که نمی دانند چطور جملاتشان را تمام کنند. آن وقت از آنها می خواهم جملاتشان را که با من باید شروع می شود برایم بخوانند و در پایان هر جمله از آنها می پرسم چرا. پاسخهایشان جالب توجه و آشکار کننده و معمولاً از این دست که مادرم گفته که باید، چون میترسم که، چون باید بی نقص و کامل باشم، چون همه مجبورند که، چون خیلی تنبل هستم، چون قدم کوتاه است، چون قدم دراز است، چون خیلی چاقم، چون خیلی لاغرم، چون خیلی نفهم و کودنم، چون خیلی زشتم،
چون موجود بی‌ارزشی هستم. این پاسخ‌ها نشان می‌دهد که گرهگاه اعتقاداتشان کجاست و چه چیزی را محدودیت یا محدودیت‌های خود می‌پندارند. در برابر پاسخ‌هایشان کوچکترین اظهار نظری نمی‌کنم. اما هنگامی که فهرست خود را تماماً خواندند، درباره واژه باید صحبت می‌کنم. به آنها می‌گویم که به نظر من واژه باید یکی از زیان آورترین الفاظ زبان ما میباشد. زیرا هر بار که واژه باید را به کار میبریم، ثمره‌اش این است که به زبان بیزبانی میگوییم که اشتباه میکنم، اشتباه کرده‌ام، اشتباه کرده بودم یا اشتباه خواهم کرد. حال آنکه من فکر نمی‌کنم که در زندگی به اشتباه‌های بیشتری نیاز داشته باشیم. ما به آزادی انتخاب بیشتر نیاز داریم. من می‌خواهم که شما برای همیشه این واژه باید را از فرهنگ لغات خود حذف کنید. من به جای آن واژه میشد را می‌گذارم. چون واژه میشد به ما حق انتخاب می‌دهد و ابداً متضمن هیچ گونه اشتباهی نیست. آنگاه از آنها می‌خواهم که دیگر بار فهرست خود را برایم بخوانند. منتها این بار جملهشان را اینطور شروع کنند که اگر به راستی می‌خواستم میشد که. این ترکیب جمله به موضوع ما رنگی تازه می‌بخشد. این بار هنگامی که جمله خود را می‌خوانند، در پایان هر جمله از آنها می‌پرسم پس چرا این کار را نکردی؟ در پاسخ این سوال نیز جواب‌های متفاوتی می‌شنویم. از این دست که آخر نمی‌خواستم، می‌ترسیدم، نمی‌دانستم چطور آن کار را بکنم، چون لیاقتش را نداشتم و غیره. معمولاً در میابیم که آنها سالها خود را برای چیزی سرزنش کردند که هرگز نمیخواستند انجامش دهند یا برای چیزی از خود انتقاد کردند که عقیده خودشان نبوده است. معمولاً چیزی بوده که کس دیگری گفته که باید انجامش بدهند. هنگامی که به روشنی آن را میبینند، معمولاً آن را از فهرست خود حذف میکنند و این حذف چه آسایشی در بر دارد. به اشخاصی بنگرید که سالها بدون ذره‌ای علاقه، صرفاً به این دلیل که پدر یا مادر آنها خواستند که دندانپزشک یا معلم بشوند، خود را به کاری معین واداشتند. چه بارها از شنیدن این که باید مانند فلان خویشاوند هوشمندتر یا ثروتمندتر یا خلاقتر باشیم، احساس حقارت کرده ایم. در فهرست من باید شما چه هست که میتواند با احساس آسودگی حذف شود؟ هنگامی که کار ما با این فهرست تمام می شود، آنها از دیدگاه تازه و متفاوتی به زندگی خود نگاه می کنند. در میابند که بسیاری از چیزهایی که فکر می کردند باید انجام دهند، چیزهایی است که تمایلی به انجامش نداشتند و تنها تلاششان جلب رضایت دیگران بود و چه بارها که تنها دلیلش ترس بود و این احساس که لیاقتش را ندارند. اکنون می توان مشکل را از سر راه برداشت. من فرایند خلاص شدن از احساس اشتباه را آغاز می کنم، زیرا که اینها با معیارهای دیگری جور در نیامدند. آنگاه درباره فلسفه‌ام از زندگی که در فصل اول می‌خوانید برای آنها صحبت می‌کنم. من معتقدم که زندگی بسیار ساده است. هرچه بکاریم می‌درویم و از هر دست که بدهیم از همان دست می‌گیریم. کائنات از هر اندیشه و اعتقادی که برای خود برگزینیم کاملا حمایت می‌کند. زمانی که کودک خردسال هستیم، از واکنش‌های بزرگسالان پیرامون خود می‌آموزیم که درباره خویشتن و درباره زندگی چه احساسی داشته باشیم. این اعتقادات هرچه باشند، وقتی بزرگ می‌شویم خود را به صورت تجربه‌های ما باز می‌آفرینند. در هر حال ما تنها با الگوها یا قالب‌های فکری سر و کار داریم و نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است. دگرگونی‌ها را می‌توان از این لحظه آغاز کرد. خویشتن دوستی. آنگاه ادامه می‌دهم که مشکل آنها هرچه باشد، من همواره با یک چیز سر کار دارم و آن خویشتن دوستی است. محبت درمان معجزه‌آسای هر درد است. خویشتن دوستی معجزه ها را به زندگی من فرا می‌خواند. البته منظور من غرور و نخوت و خودپرستی نیست، زیرا آنها محبت نیستند. آنها را تنها می‌توان ناشی از ترس دانست. منظور من حرمتی ژرف نسبت به خود و قدردانی از معجزه تن و ذهن ماست. محبت به نظر من یعنی آن میزان از سپاس که از درونم می جوشد و بیرون می ریزد. محبت می تواند به هر مسیری برود. من می توانم نسبت به همه اینها محبت احساس کنم. خود فرایند زندگی، شادی زنده بودن، زیبایی هایی که می بینم، به یک نفر دیگر، به دانش، به فرایند ذهن، به بدن و طرز کارش، به حیوانها و پرنده ها و ماهی ها، به همه گیاهان، به کائنات و شیوه کارش. اکنون ببینید که خودتان چه چیزهایی را می توانید به فهرست بالا بیافزایید. اینک به چند شیوه که نشانه آن است که خود را دوست نداریم بنگریم.
اگر مدام به سرزنش و انتقاد از خود بپردازیم، اگر با بدغذایی و مواد الکلی یا مخدر با جسم خود بدرفتاری کنیم، اگر این اعتقاد را انتخاب کنیم که دوست داشتنی نیستیم، اگر جرأت نکنیم که برای کار و خدمت خود اجرت و پاداشی مناسب بطلبیم، اگر بیماری و درد در تن خود بیافرینیم، اگر در مورد چیزهایی که به خیر و صلاح ما هستند مسامحه کنیم، اگر در آشفتگی و بی‌نظمی زندگی کنیم، اگر قرض و فشار برای خود ایجاد کنیم، اگر یاران و همسری برگزینیم که ما را تحقیر کنند، اکنون به روش‌های خود بنگرید. اگر به هر طریق خیر و صلاح خود را انکار کنیم، عملی ناشی از دوست نداشتن خویش است. به یاد دارم که یکی از مراجعانی که با او کار می‌کردم چشمش ضعیف بود. روزی یکی از ترس‌های قدیمی دوران کودکی‌اش را زدودیم. روز بعد که بیدار شد دید که عدسی‌هایی که در چشم می‌گذاشت آزارش می‌دهد. به اطراف نگاه کرد و دریافت که قوه بینایی‌اش بی‌نقص شده است. اما تمام روز یک ریز گفت باورم نمی‌شود، واقعاً باورم نمی‌شود. روز بعد دوباره چشمانش ضعیف شد و مجبور شد که عدسی‌ها را بر چشمانش بگذارد. ذهن نیمه هوشیار ما شوخی سرش نمی‌شود. او نمی‌توانست باور کند که قوه بینایی بی‌نقصی برای خود آفریده است. خود را بی‌ارزش پنداشتن یکی دیگر از نشانه‌های آن است که خود را دوست نداریم. تام هنرمند بسیار خوبی بود و مشتری‌های ثروتمندی داشت که از او می‌خواستند یکی دو دیوار خانه‌شان را برایشان تزیین کند. با این وصف همیشه در پرداخت قبض‌ها و صورت حساب‌هایش مشکل داشت. تکیه کلامش این بود که هیچ وقت آنقدر فرصت ندارد که بتواند کارش را تمام کند. هر کس که خدمتی ارائه می‌دهد یا چیزی می‌آفریند آزاد است که کارش را به هر بهایی که می‌خواهد بفروشد. دولتمندان دوست دارند که در ازای آنچه می‌ستانند پولی گزاف بپردازند. اینطوری آن کار را ارزشمندتر می‌انگارند. اکنون چند مثال بیشتر. دوست ما خسته است و غرغر می‌کند. به این فکر می‌افتیم که ما چه کرده ایم که ناراحت شده است. دوستی یکی دو بار ما را بیرون دعوت می‌کند و آن وقت غیبش می‌زند. فکر می‌کنیم که باید اشکالی در ما وجود داشته باشد. ازدواجمان به جدایی می‌انجامد و می‌پنداریم که ما شکست خورده‌ایم. می‌ترسیم که تقاضای اضافه حقوق کنیم. بدن ما شبیه مانکن‌های مجله ووگ نیست و از این بابت احساس حقارت می‌کنیم. دست به کار نمی‌زنیم و نقش خود را ایفا نمی‌کنیم و آن وقت می‌پنداریم که لیاقتش را نداریم. از صمیمیت می‌ترسیم و نمی‌گذاریم که هیچ کس به ما نزدیک شود. نمی‌توانیم تصمیم بگیریم چون اطمینان داریم که نادرست از آب در می‌آید. شیوه شما برای بی‌ارزش پنداشتن خود چیست؟ بی همتا چون کودکان. هنگامی که کودک خردسال بودید چقدر بی همتا بودید. کودکان برای اینکه عالی و بی‌نظیر باشند لازم نیست کاری بکنند. آنها طبیعتاً کامل و بی‌نقص هستند و طوری رفتار می‌کنند که گویی همه چیز را می‌دانند. آنها می‌دانند که کانون کائنات هستند. نمی‌ترسند آنچه دوست دارند بخواهند. آزادانه احساس خود را بیان می‌کنند. هنگامی که کودک خشمگین است، نه تنها شما که تمام همسایه‌ها نیز می‌فهمند. البته زمانی هم که خوشحالند، لبخندشان تمام خانه را روشن می‌کند. آنها از عشق و محبت لبریزند. اگر کودک خردسال محبت نستاند می‌میرد، اما موقعی که بزرگ می‌شویم یاد می‌گیریم که بی محبت زندگی کنیم. اما کودکان نمی‌توانند آن را تحمل کنند. ضمناً بچه‌ها همه اعضای تن خود و حتی مدفوعشان را دوست دارند. کودک سرشار از شهامتی باور نکردنی است. شما نیز آنگونه بودید. همه ما آنگونه بودیم. آنگاه شروع کردیم به گوش فرا دادن به بزرگسالان اطرافمان که آموخته بودند که هراسان باشند و ما نیز انکار عظمت خود را آغاز کردیم. هنگامی که مراجعانم می‌کوشند مرا متقاعد کنند که موجوداتی وحشتناک یا نامطبوع هستند، حرفشان را باور نمی‌کنم. کار من این است که آنها را به زمانی بازگردانم که می‌دانستند چگونه خود را به راستی دوست بدارند. تمرین. آینه. آنگاه از مراجعم می‌خواهم که آینه کوچک به دست بگیرد و به چشمان خودش نگاه کند و نام خود را بگوید و این جمله را تکرار کند که من تو را دقیقاً همانطور که هستی دوست دارم و میپذیرم. این تمرین برای بسیاری آنقدر دشوار است که نگو و نپرس. به ندرت با واکنشی آرام مواجه شده‌ام، چه برسد به این که از این تمرین لذت ببرند. بعضی به گریه میافتند یا تقریباً اشکشان در میآید. عده‌ای عصبانی میشوند. برخی شکل و شمایل یا خصوصیات خود را مسخره می‌کنند.
بعضی نیز اصرار می‌ورزند که قادر به انجام این کار نیستند. حتی آقای آینه را به آن سوی اتاق پرت کرد و می‌خواست فرار کند. ماه‌ها طول کشید تا توانست خودش را در آینه نگاه کند و با آن تصویر رابطه برقرار سازد. خودم سالها با آینه نگاه می‌کردم تا از آنچه در آن می‌دیدم انتقاد کنم. وقتی به یاد می‌آورم که چه ساعتها وقتم را پای آینه می‌گذراندم تا به این منظور که خود را خواستنی کنم، موهای ابروانم را بکنم، حالا به خنده می‌افتم. به خاطر دارم هر بار که به چشمهایم نگاه می‌کردم دچار وحشت می‌شدم. این تمرین ساده چه چیزها که نشانم نمی‌دهد. در مدتی کمتر از 1 ساعت به چند موضوع اصلی که زیر مشکل بیرونی نهفته است پی می‌برم. اگر تنها در سطح مشکل کار کنیم، می توانیم ساعتهای متمادی سرگرم حل جزئیات و مسائل متفاوت باشیم و درست لحظه‌ای که فکر می کنیم مشکل را تمام و کمال حل کرده ایم، در جای دیگری سر و کله‌اش پیدا می شود. ندرتاً مشکل واقعی است. یکی از مراجعانم آنقدر به قیافش و مخصوصاً به دندانهایش اهمیت میداد که مدام از مطب یک دندانپزشک به مطب دندانپزشک دیگر میرفت و احساس میکرد که همه آنها تنها کار را خرابتر میکردند. بینیش را به دست جراح سپرد و آن هم خوب از آب در نیامد. هر کدام از این متخصصان آینه‌ای بود که اعتقاد خودش را به این که زشت است به او نشان میداد. مشکل این زن قیافش نبود. مشکلش این بود که مجاب شده بود که ایرادی دارد. یکی از مراجعانم خانمی بود که تنفسش چنان بوی نامطبوعی داشت که نمیشد نزدیکش رفت. درس کشیشی می‌خواند و سر و وضعی پارسا و روحانی داشت. منتها در زیر این ظاهر جریانی از خشم و حسد می‌جوشید و می‌خروشید. و هرگاه این اندیشه به سرش می آمد که مبادا یک نفر دیگر تهدیدی برای مقام کشیشی او باشد، اندیشه های درونش از طریق بوی نامطبوع دهانش آشکار می شدند. حتی زمانی که می کوشید دوست داشتنی به نظر آید، قیافه‌ای تهاجمی داشت. هیچ کس تهدیدی برای او نبود الا خودش. پسرکی 15 ساله و مبتلا به بیماری هاچکینز را در حالی مادرش نزد من آورد که 3 ماه بیشتر به پایان عمرش باقی نمانده بود. مادرش آشکارا عصبی مزاج بود و کنار آمدن با او کاری بس دشوار. اما پسرک باهوش و زیرک بود و می‌خواست زنده بماند. حاضر بود هر کاری که به او بگویم، حتی عوض کردن شیوه تفکر و سخن گفتنش را بپذیرد. مادر و پدرش که از هم جدا شده بودند، مدام با یکدیگر جر و بحث می‌کردند و پسرک در واقع خانه و کاشانه معین و ثابتی نداشت. از ته دل می‌خواست که هنرپیشه شود. به دست آوردن شهرت و ثروت آنقدر برایش مهم بود که بدون آن نمی‌توانست احساس شادمانی کند. فکر می‌کرد تنها در صورتی می‌تواند پذیرفتنی و ارزشمند باشد که مشهور شود. به او آموختم که خود را همانطور که هست بپذیرد و دوست بدارد. او نیز بهبود یافت. اکنون بزرگ شده و هر روز در برادوی بر صحنه حاضر می‌شود. به محض اینکه آموخت از آنچه هست شادمان باشد، راهش در نمایش نیز گشوده شد. چاقی نیز یکی از مسائلی است که اگر بخواهیم آن را حل کنیم، می‌تواند مقدار زیادی از نیروی ما را به هدر دهد. زیرا چاقی مشکل اصلی نیست. مردم چه بسا سالها می‌کوشند با چربی زائد بستیزند و با این حال همواره دچار اضافه وزن هستند. دائما به دلیل اضافه وزن خود را و مشکلاتشان را به باد ملامت می‌گیرند. چاقی فقط اثر بیرونی یک مشکل ژرف درونی است. به نظر من همواره نشانه ترس و نیاز به حمایت است. هنگامی که احساس وحشت و عدم امنیت می‌کنیم یا خود را بی‌لیاقت می‌پنداریم، بسیاری از ما این اضافه وزن را برای حمایت از خود به جان می‌خریم. اگر وقت خود را صرف سرزنش و تحقیر خود کنیم که چرا اینقدر سنگین و چاق هستیم، یا برای هر لقمه غذایی که در دهان خود می‌گذاریم احساس گناه کنیم، یا تعداد کالری هر چیز را بشماریم و مدام مراقب وزن خود باشیم، همگی اتلاف وقت است. چون 20 سال بعد نیز می توانیم خود را در همان وضع بیابیم. همه این کارها ما را وحشت زده و ناامن‌تر می کند و آنگاه برای حمایت از خود به وزن بیشتری نیاز داریم. از این رو من توجه به وزن و تمرکز بر رژیم غذایی را نمیپذیرم و مردود می شمارم. تنها رژیمی که سودمند و مؤثر است رژیم ذهنی است و کنار گذاشتن افکار منفی. به مراجعان میگویم بگذارید فعلا این مشکل را کنار بگذاریم و نخست به چند مشکل دیگر بپردازیم. آنها اغلب به من میگویند که چون خیلی چاق هستند نمیتوانند خود را دوست بدارند. دختری به من گفت آخر چطور این کپل خپله را دوست داشته باشم؟
من برای آنها توضیح می دهم که چون خود را دوست ندارند چاق شده اند. هنگامی که دوست داشتن و تایید خود را آغاز می کنیم واقعا حیرت انگیز است که اضافه وزن چگونه از تن ما فرار می کند و ناپدید می شود. وقتی برای مراجعانم توضیح می دهم که عوض کردن زندگیشان چقدر ساده است، گاه از دستم عصبانی می شوند و گاه احساس می کنند که مشکلاتشان را نمی فهمم. خانمی آزرده خاطر گفت من برای گرفتن کمک در نوشتن رساله‌ام به اینجا آمدم، نه برای اینکه خودم را دوست داشته باشم. برای من کاملا آشکار بود که مشکل اصلی او نفرت فراوان از خود بود و انزجاری که در جزء زندگیش از جمله نوشتن رساله‌اش نفوذ کرده بود. تا زمانی که به این اندازه احساس بی‌ارزشی می‌کرد، در هیچ کاری نمی‌توانست موفق شود. او قادر نبود به حرفهایم گوش کند و اشک‌ریزان بیرون رفت و 1 سال بعد با همان مشکل و 1000 مشکل جدید که به مسائل پیشین خود افزوده بود نزدم بازگشت. عده‌ای هنوز آماده نیستند و این به معنای حکم و داوری نیست. همه ما در زمان و مکان و به ترتیب درست دگرگونی‌های خود را آغاز می‌کنیم. خود من سنم از 40 گذشته بود و هنوز دگرگونی‌هایم را آغاز نکرده بودم. مشکل راستین. اکنون مراجعی برابر من نشسته که در آینه کوچکی بی آزار نگریسته و سخت ناراحت است. من با شادی لبخند میزنم و میگویم بسیار خوب، حالا داریم به مشکل راستین نگاه میکنیم و از همکنون میتوانیم برداشتن آنچه را که به راستی سر راهت قرار دارد آغاز کنیم. اندکی بیشتر درباره خویشتن دوستی صحبت میکنم و میگویم که به نظر من خویشتن دوستی از اینجا شروع می شود که هرگز و در هیچ شرایط و به هیچ دلیل و برای هیچ چیز از خود انتقاد نکنیم. هنگامی که از آنها میپرسم که از خود انتقاد میکنن یا نه، به حالات چهرهشان توجه میکنم. واکنش های آنها به من میگوید البته که از خودم انتقاد میکنم. تمام مدت به همین کار سرگرمم، نه به اندازه سابق. خب اگر از خودم انتقاد نکنم پس چطور باید عوض شوم؟ مگر همه از خودشان انتقاد نمی کنند؟ در مورد پاسخ آخر می گویم اما درباره همه صحبت نمی کنیم. ما درباره شخص شما صحبت می کنیم. چرا شما از خود انتقاد می کنید؟ مگر چه ایرادی دارید؟ وقتی پاسخ می دهند من یک فهرست تهیه می کنم. آنچه می گویند معمولاً با فهرست من باید آنها تطبیق می کند. احساس می کنند که زیادی دراز، زیادی کوتاه، زیادی چاق، زیادی لاغر، زیادی نفهم و کودن، زیادی پیر، زیادی جوان، زیادی زشت. اتفاقا این را معمولا کسانی میگویند که از زیباترین زنان یا خوشقیافه ترین مردان به شمار می آیند. یا اینکه میگویند همیشه زیادی تأخیر دارند، همیشه زیادی زود میرسند، زیادی تنبل هستند و 1000 چیز دیگر. اگر توجه کنید میبینید که همیشه زیادی یک چیزی هستند. در انتها به خط آخر میرسیم و میگویند آنطور که باید خوب نیستم. من هم میگویم آفرین، 100 آفرین. نهایتاً به موضوع اصلی رسیدیم. آنها از خود انتقاد میکنند چون آموخته‌اند معتقد باشند که آنطور که باید خوب نیستم. مراجعان همیشه از اینکه چنین سریع به این نقطه رسیده ایم حیرت می کنند. اکنون دیگر لازم نیست که زحمت عوارض جنبی از قبیل مشکلات جسمانی، مشکلات مربوط به روابط، مشکلات مالی یا فقدان خلاقیت را به خود بدهیم. می توانیم همه نیروی خود را برای حل کردن علت عمده مشکل، دوست نداشتن خود صرف کنیم. جملات تأکیدی. در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی، کامل و تمام عیار است. من همواره در حمایت و هدایت الهی قرار دارم. درون نگری برای من خطری در بر ندارد. من فراتر از شخصیت و گذشته و حال یا آینده ام هستم. اکنون به انتخاب خود از مشکلات شخصیتی خیش فرا می روم تا اهمیت هستی خود را دریابم. من کاملا مشتاقم که خویشتن دوستی را بیاموزم. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل 2.